طبعا خانم‌های خونه‌داری که دنبال استقلال مالی می‌گردن، دنبال یه شغلی هستن که توی خونه انجام بدن، به کارهای دیگه‌شون هم لطمه‌ای وارد نشه. با توجه به اینکه سو یکی از پردرآمدترین مشاغل اینترنتی دنیا و به راحتی میتونی توی خونه انجامش بدی، پس شغل جذابی به نظر میرسه. خب چقدر زمان میبره امیر قنصری؟ 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت، بسته به میزان زمان خالی که در طی روز داری میتونی اون رو بذاری روی سئو. و دوباره تاکید میکنم به کارهای دیگه که داری توی خونه انجام میدی هیچ لطمه‌ای وارد نمیشه. و حالا یه بحث مهمی هم هست، اینکه همه میتونن سئو رو یاد بگیرن. بله، چون بحث خانم های خونه داره، این مثالی باید بزنم. ما یه خانم خونه دار 56 ساله داشتیم که اومده سئو رو یاد گرفت و الان داره هم کار تولید محتوا انجام میده، همین سئو کار خبرت. حالا تو باید از خودت بپرسی که تو هم این کاری یا نه. حالا یه نکته جذابی هم که وجود داره اینه که اگه تو به فکر استقلال مالی خودتی، احتمال داره بخوای به همسرت کمک بکنی، به خانواده‌ات کمک بکنی. سئو چون یه روندیه که یه درآمدی رو برات ایجاد میکنه و این درآمده هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه، تو میتونی به همه اطرافیانت کار بکنی و تمام برنامه‌ای که در گذشته داشتی و به خاطر مشکلات مالی بهش نرسیدی رو در آینده بهش زود برسی. فقط یادت باشه باید یه جای درست حسابی بری سئو رو یاد بگیری. پس هر خانم خونه داری میتونه از سئو به استقلال مالی برسه، حتی با اینکه هیچ اطلاعات و پیش زمینه‌ای در مورد سئو نداره.